سلام. در این ویدیوی آموزشی از سایت فراترید قصد دارم نحوه افزودن ایندیکیتور مووینگ اوریج به نمودار نرم افزار متا تریدر رو آموزش بدم و توضیحات خیلی خلاصه ای از تنظیمات این ایندیکیتور رو برای شما شرح بدم که در ادامه همراه ما باشید. در اینجا بنده برای افزودن ایندیکیتور به نمودار متا تریدر ابتدا از منوی بالا گزینه اینسرت بر روی ایندیکیتورها کلیک میکنم و از بخش ترند ایندیکیتور مووینگ اوریج رو انتخاب میکنم. در اینجا پنجره مربوط به تنظیمات مووینگ اوریج رو مشاهده میکنید. در اینجا در تب پارامتر اولین گزینه مربوط به دوره زمانی یا پریود ایندیکیتور مووینگ اوریج هست که به صورت پیش‌فرض بر روی 14 قرار گرفته که میتونید بسته به تنظیمات دلخواهتون و با تست و بررسی این مقدار به عدد دلخواه خودتون برسید. در مورد بعد که مربوط به متد یا نوع مووینگ اوریج هست، در ابتدا بر روی سیمپل قرار گرفته و موارد دیگری در اینجا قرار گرفته که سیمپل و اکسپوننشیال از اهمیت بالاتری برخورداره و پرطرفدارتر هم هستند. در مورد سیمپل از حساسیت پایینتری برخوردار هست و سرعت سیگنال های پایینتری داره و از دقت پایینتری برخوردار هست. ولی در مورد اکسپوننشیال با توجه به اینکه در محاسبه کندل های گذشته اون کندل هایی که نزدیکتر هستن رو ضرایب بالاتری رو برای اونها در نظر میگیره، با توجه به این مورد از حساسیت و دقت بالاتری برخوردار هست و بهتره که در سیگنال های خودتون از این نوع از مووینگ اوریج استفاده کنید تا دقت و سرعت بالاتری رو در سیگنال های خودتون داشته باشید. خب من اینجا اکسپوننشیال رو انتخاب میکنم. مورد بعدی مربوط به دیتایی هست که میخواید از اون در این مووینگ اوریج رو استفاده کنید. به طور مثال اینجا کلوز، اوپن، های، لو و موارد دیگری قرار گرفته که مووینگ اوریج میاد از این دیتا ها که هر کدوم دارای قیمتی هست استفاده میکنه و در محاسباتش از اون استفاده میکنه. مورد بعدی در مورد استایل نمایش داده در خطوط مووینگ اوریج هست که شما میتونید در اینجا رنگ بندی و ضخامت خط مووینگ اوریج رو انتخاب کنید. با استفاده از این تنظیمات بنده چنین مووینگ اوریجی رو بر روی نمودار خودم قرار دادم و میتونید پس از این تنظیمات از این مووینگ اوریج بر روی نمودار خودتون استفاده کنید.